با فرهنگ ترین روستای ایران تو مریوانه، روستای دره تفی، جاییه که مردمش یه روز برای یه جفت لکلک مهاجر لونه ساختن. کم کم بقیه لکلکام اعتماد کردن و اونجا رو انتخاب کردن برای تخم گذاری و زندگی. اهالی روستا روی تیرهای چوبی بلند لونه های مخصوص ساختن تا پرنده ها دیگه روی تیر برق ننشینن و برق نگیرتشون. نتیجه؟ الان بیشتر از 800 لکلک زیبا بی هیچ خطری اونجا زندگی میکنن. جالب اینجاست توی این روستا نه بازار فروش پرنده هست نه فسنجون لکلک. اینجا حتی یه تفنگ شکاری هم پیدا نمیشه، چون مردمش یاد گرفتن با طبیعت شریک باشن نه دشمنش. تو هم مثل من فکر میکنی اینا باید الگوی همه ایران باشن؟ لایک کن، پست رو شیر کن و تو کامنت یه جمله قشنگ برای این مردم با فرهنگ بنویس. برای دیدن مطالب بیشتر پیج جهان نوین رو حتما دنبال کنید.